همش از برای من، همه اون چیزی که به سر شما آمده است. گناهکاری اساسی من هستم. از پس عشق دویدم. بهتر میبود به اون جایی میرفتم که من لازم بودم. با یک نگاه چشم مفتون شدم. برای سرمه شده هم شما و هم پدرم را به آتش پرتافتم. همینطور نه. شما را از دست دادم. هر قدمی به سوی عشق گذاشتم و ما فلاکت آورد. من چنین عشق نمیخواهم مادر. کاش که وقت را پس گردانیده میشد. کاش که شما را برگردانیده میتوانستم. کاش که نه سرمه میشد و نه عشق او و ما با این حال نمیرسیدیم. سرمه، برای تو عشق هم معنی نداشته است. هیچ کس جای شما رو نمیگیرد مادر. هیچ کس. چرا این طور کردید پدر؟ برای یک عشق بی‌وفا شده چرا دستتان رو به خون آوردید؟ Zamansız ayrılığın, söyle bu kaçıncı hüzün. Şimdi sızlan yüreğim, ah yine de söyleyemem. Sensizim yanıyor yüreğim bugün. Ayrılık yine görmedim. دیگر طاقت نکرد. این صدا را دیگر هیچگاه شنیدن نمیخواست. خوب نرفتی اپا؟ درست ایده.
ببین خواهرکم از کجا تا کجا رسیدیم، چه آرزوهایی داشتیم و چه رو دیده ایستاده ایم. شاید عمر مرا کیها از دلش کنده پرداخته است. اکنون باید تنها مثل برادر مناسبت کنم بهتر است. این خیل نگوی اپا جان، این روزها میگذرند. حالا ما در تویتون رقص میکنیم. تو با لباسهای عروسیت مثل قوی سفید زیبا میشوی. حکای عمر باشد در برت میایستد مثل شاهزاده. این روزها میگذرند. خیر جانکم، رفته خوب کن، نباشد مادرم میفهمد. میلش، خوبی خوش. به تو هم خوبی خوش. اپا نگاه کن، اکای عمر در اونجا. به نزدش نمیروی؟ گوش میکنم. اپا در این روزهای سخت باید او رو دستگیری کنی. اگر تو همین خیل کنی. راست میگویی، خوب نباشد تو را. میفهمم. خوب آقای کمیسر. خوب حاضر میآیم. چی شد عمر؟ به کجا میروی؟ یگون چیزی مهم شده است؟ مهم نیست سرما. هر روز به رخ دادن ناخوشی نو عادت کردم. به شعبه پلیس باید روم. من هم میروم عمر. میخواهم در برات باشم. ببخش مرا، خیلی غمگینم. اگر با من رفتن خواهی، مرحمت، برای خبر گرفتن عمکت حق داری. با این دلیل ها بیگناهی عمکم را اثبات کرده می شود. عمر، شاید نتیجه خوب می دهد. گفته های کمیسر را شنیدی؟ نتیجه خوب را انتظار شدن غیر امکان است. با بیگناه بودن پدرت باوری نداری؟ برای باور کردن دلیل لازم، لیکن دلیل نداریم. یک کار هست که باید انجام دهم. بعد شاید که به پدرم باوری حاصل کنم. باور کردن یگانه چیزی است که مرا خرسند می کند. عمر، التماس ماشین را نگاه دار. داغن از غم چی کار کردنش را نمیداند. سرما در دنیا داغن یگانه آدمی نیست که غم داشته باشد. مادرم وفات کرد، پدرم باشد در این حال در محبس، لیکن به همه این نگاه نکرده. اگر به داغن چطور کمک کردنم را میدانستم میکردم. اگر غم مرگ را دانی، پس در چه حال بودن داغن را باید بفهمی عمر. داغن داغن خوب هستی؟ البته خوبم. چه خیلی که میبینی هوای تازه میگیرم. تو رو فکر میکردم داغن. وای تشکر سرما، لازم نبود. تو سیر و سیاحت را دوام دادن گیر. من به خانه برمیگردم. اگر خواهی میبرم، اگر نه پیاده میره. خوب شد که انتقام گریچان را فراموش کردی. نباشد بفاید سرت را با درد آواره میکردی. چه خیلی که نباشد عمر از عائله خودمان غم داریم. باز دیگران را به غمی نو آواره کردن چه لازم؟ زنده باش داغن. این گپ‌هایت را شنیدم، به خدا خرسند شدم. آخر من هم دل دارم فکرت. سرما را همین دل دوست می‌دارد. عمر را یافته بخشش پرسم خوب می‌شود. شما را شده؟ کمی صبر کن، شما را شازیانه می‌دونم.
شب ساعت 8 در محله باز یک نفر دیگر کم می شود. چی خیر؟ خونی به زمین ریخته پدرم را خونی عمر می شوید. اما آخر گفتی که فکر کرده که به گپ‌های بیفایده بابایم گوش کرده از انتقام دست میکشم. اکنون نوبت ریختن خون آنها علی نشود، عمر. این کارا نکن داغم. خوب فکر کن. از پراندن عمر چی میگیری؟ سرما. همینطور؟ یعنی تو این کارو برای دعوای خون نه و برای به دست آوردن سرما میکنی؟ در این زندگی یک روزی بی سرما زیستن و 1000 سالی بی عمر در حبس بودن برابر است. سمبوسه خوشبوی. فکر خوب کردم، صدیقه را فریب کردم. تو چی کار میکنی؟ کنی مانین ها رو نو سر کردم. انشالله در گلویه در میموند. شرم نمیداری ریسک فقیران را میخوری؟ چی میخندی؟ برای ایستاده بودن میخندم. پگاه خیر پیر نمیکنم. تو برای شکمی من اینا رو پختی. سلامت باشی. سلامت باشی. تو حیا نداری هوشی. از سین و سالت شرم داره. با سین و سالم چی کار داری؟ روحی من جوان است. دوغان زنگ زد و غضب آمدم، اما وقتی که بخشش پرسید حیران شدم و فکرم اون نیز فهمید که این خیل با هم جنگ کردن یگان نتیجه نمیده. البته همین خیل راستی دوغان رو میفهمم. از برای سرما مناسبتشون ویران شد. خوب شد که به خوبی همش حل شد. روزهای آخر با او خوش معامله نبودم. آخر بدبختی بالای بدبختی شد. او را بیهوده رنجاندم. یعنی وقتی یک دسته گل گرفتن اومده؟ باز دیر نمانم. به شما اشتیاق خوب. با کجا پسرم؟ خوراک تیار. علی هم می آید. یگان وقت دیگر انشالله همه جان. حاضر کمی کارم است. میلش پسرم، چیزی که دلت میخواد. سلامت باشید بابا جان. تا باز دید.